سلام. امروز میخوام آچارهای مخصوص مکانیکی رو واسهتون توضیح بدم. لطفاً پیج من رو سابسکرایب کنید و لایک کنید و حمایت کنید از هموطنتون. بیان جلوتر. این ابزار مخصوص پمپ بنزینه. انواع پمپ بنزین میشه با این ابزار باز کرد. این قسمت از این پیچ شل میشه و باز و بسته میشه. آچار پمپ بنزین انواع هیوندای کیا و بقیه خودروها. این بوکس سنسور اکسیژنه. با این بوکس سنسور اکسیژن رو باز میکنیم تا سیمش رو نبریم. این قسمت سیم خارج میشه و باز میکنیم سنسور اکسیژن. اینم آچار پمپ بنزین پژو است. انواع پژو با این آچار باز میشه پمپ بنزینش. این ابزار مخصوص قفل کن سنسور میزوپاپا است. این با این ابزار قفل میکنیم میزوپاپا رو، بعد با این ابزار هم میلنج رو قفل میکنیم و تایمش رو عوض میکنیم. این یکی هم عین همونه، میزوپاپای 530 X33 تیکو 5. بعد انواع خودروهای چینی با این قفل میشه میزوپاپاش و میلنجش هم باز هم با این قفل میشه تا عوضش کنیم، تصمیم تایمش رو عوض کنیم. اینم آچار زده. با اینم پیچ های تخلیه روغن گیربکس و روغن موتور رو عوض میکنیم، باز میکنیم و عوض میکنیم. برای اینکه اطلاعاتون درباره مکانیکی بیشتر بشه حتما پیج منو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی ممنون.